سلام تماشابینان عزیز. ویدیوی بازداشت و اخراج یک مهاجر تاجیک باعث اعتراض شد. برفباری شدید در مورمانسک. زندگی یک جانور عجیب در تاجیکستان. موضوع انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی در تاجیکستان از موضوعهای این برنامه است. کاربری از شهر کراسنودار به ما ویدیوی لحظه بازداشت یک مهاجر تاجیک را فرستاد. او میگوید با مهاجری گرفتار به سر پلیس برای گویا اطاعت نکردن با الکتروشوکر حمله کرده است. مهاجران را این رفتاری او شورانده است. بعداً مهاجر را به بیمارخانه انتقال می‌دهند. مقامات پلیس شهر کراسنودار گفتند که این جوان در روسیه غیرقانونی اقامت داشت و او روز 29 اکتبر به تاجیکستان اخراج شد. مهاجر دیگری تاجیک به ما ویدیوی برفباری شدید را از ولایت مورمانسک فرستاده است. او گفته است که صبح روز 29 اکتبر در این شهر 10 سانتی متر برف بارید و اکنون کار و زندگی مهاجران تاجیک سخت‌تر می شود. ویدیوی دیگر درباره زندگی یک جانور نادر از تاجیکستان است که در آخر برنامه می بینیم، ولی تا آن دم واکنش‌های کاربران را به موضوع انتخابات پارلمانی تاجیکستان می‌آوریم. خواب‌های سیاسی پیش از انتخابات سال 2020 و اینکه سال آینده چهره‌ها برای نامزد و وکیل نو می‌شوند یا بی تغییر می‌مانند موضوعی بود که در سامانه رادیو آزادی بحثی زیاد آورد. امیرجان امینجانی یک کاربر فیسبوکی ما نوشته است که شهروند عادی دپوتات شدن می‌تواند، اما شهروند عادی و غیر عادی پرزیدنت شدن نمی‌تواند. سال 2020 در تاجیکستان دو معرکه مهم سیاسی است. بهار سال آینده انتخابات پارلمانی و تیر ماه انتخابات پرزیدنتی. شریفزاده دادر در صفحه فیسبوکی ما نوشته است که چه لازمند همین دپوتات ها بگذار همشان را جواب دهند و معاش آنها را به معارف دهند. از 63 کرسی اکثر کرسی های پارلمان را حزب حاکم خلق دموکراتی در دست دارد. به نام در شرح در وبسایت ما نوشته است که حزب خلق دموکراتی مانند حزب کمونیستی زمانی شوروی شده است و گفته است بیایید در همین انتخابات اشتراک نکنیم و خود را بی‌قدر نکنیم، چون که اشتراک ما شهروندان جمهوری تاجیکستان در انتخابات هیچ نقشی حل کننده ندارد. حقیقت کاربر دیگر در تقویت گپی به نام گفته است رئیس ناحیه به مدیر معارف میفهماند که معلمان به کی باید آواز دهند و مدیر معارف به دیرکتور مکتب سفارش میدهد و مدیر مکتب باشد بالای سر هر معلم ایستاده میگوید که به کی آواز دهد. به نام دیگر این گفته ها را رد کرده است و نوشته است که انتخابات به این هم عادلانه گذشته ایستاده است، اما مردم خود به نمایندگان حزب حاکم بیشتر آواز میدهند. این یک چیز معمولی است، باور کنید. تحلیلگر گفته است انتخابات نوبتی از انتخابات پیشینه به کلی فرق میکند. شما هیچ وقت ناامید نشوید، چون که سال به سال مردم با سواد و ناترس با جرأت شدند نظر خود را نسبت به این و یا آن قرار و قانون گفته ایستادند، میگوید او. دلیر شریپوف که شاهد چند معرکه انتخاباتی شده است با ما گفت که انتخابات چون خواهد بود. نبودن انتخابات شفاف، چون که هم کارشناسانی بین الملل میگن، هم کارشناسانی داخلی میگن، هم خودی مردم با این باور دارن، هم آنهایی که به انتخابات میخوان بروند الکی به این خانه رسیدند، هم این و بار دیگر میگم تاثیرگذار نبودن پارلمان در فضای سیاسی کشور، در روندهای سیاسی کشور با فکر من جوانان رو با اون وادار میکند که به این انتخابات نروند و این رو برای خودشون یک کاری بیهوده می‌حسابند. با انتخابات نرفتن منظور من این است که نامزدی خود رو در این گونه معرکه‌های سیاسی نمیگذارند. در آخر ویدیوی وعدگی از تاجیکستان درباره ببر برفی سرشماری آن در تاجیکستان به 300 عدد رسیده است. او به مال و چاروایی ساکنان در بدخشان حمله می‌کند. به ساکنان تاکید شده است که از کشتنش پرهیز کنند، چون جانور نادر است و در کتاب سرخ جای داده شده است. شما هم فرستادن ویدیوهای جالب و شرح‌های خود را فراموش نکنید به رقم‌هایی که می‌بینید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.